در روز قیامت علی ابن ابی طالب پروردگار ماست. علي بن أبي طالب إن لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا. وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة بدليل الإمام المعصوم: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. این آخوند به صراحت میگوید که علی پروردگار ما در روز قیامت است و دلیلش هم جملاتی از زیارت جامع کبیره در کتاب مفاتیح الجنان می باشد. به نص این دعا توجه فرمایید: ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. بازگشت خلق به سوی شما و حسابشان با شماست و سخن جدا کننده حق از باطل نزد شماست. هذا دليلنا. علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب ويحاسب شيعته، وأنتم المخالفين لعلي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب إن شاء الله يوم القيامة في قبضة علي بن أبي طالب ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله. وإن شاء الله يدخل شيعته في الجنة ويدخلكم في النار. این آخوند افراطی دیوانگی را به حدی رسانده است که صراحتاً میگوید در روز قیامت علی خدای ماست، بلکه میگوید یکی از خدایان خواهد بود. البته شنیدن این سخن از این عده هیچ جای تعجبی ندارد، زیرا در حقیقت این باور اصل اعتقاد تشیع است. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او هست. فقط یه فرق با خدا دارن، اونا خدا نیست، مخلوق خدان، چون خدا خلقشون کرده. و الا حسین ابن علی یعنی علم خدا، یعنی حسین و علم. حسین ابن علی یعنی تمام علم و قدرت و احاطه و سلطنت و ولایت الهیه که در نظام خلقت جاری. وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. و در روز قیامت به آنان گفته می شود اینک همانند نخستین بار که شما را آفریدیم تک و تنها نزدمان آمدید و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سرتان نهادید و شفاعت کنندگان و میانجیگرانی را با شما نمی بینیم که ادعا می کردید شریک الله هستند. تمام پیوندهایی که در میانتان وجود داشت از هم گسست و آنچه را ادعا می کردید از دست شما رفته است. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خود.
خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او هست. فقط یه فرق با خدا دارن، اونا خدا نیستن، مخلوق خدان، چون خدا خلقشون کرده. وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آیا معبودان گوناگون بهترند یا الله یکتا و چیره؟ شما به جای پروردگار تنها نامهایی را می پرستید که خودتان و پدرانتان نامگذاری کرده اید و الله هیچ دلیلی بر درستی آنها نازل نکرده است. فرمان روایی تنها از آن الله است. دستور داده که جز او را عبادت و پرستش نکنید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.